این کیک یخچالی بدون نیاز به فر و همزن درست شده. فوق‌العاده خوشمزه است. توی نیم ساعت آماده میشه. شاید باورتون نشه ولی فقط به 4 قلم مواد نیاز داره. طعم کیک‌های خامه‌ای رو میده ولی اصلاً دردسرای پخت کیک رو نداره. اول 2 قاشق قهوه فوری رو با 1 لیوان آب جوش مخلوط کنید. بیسکویت‌های بتی پورتون رو در حد 1 دقیقه بزنید داخل قهوه و در بیارید. زیاد نباید داخل قهوه بمونه وگرنه خمیری میشه. حالا یه پلاستیک پهن کنید و بیسکویتتون رو تو ردیف‌های 3/6 بچینید روی پلاستیک. بعد خامه قنادی بکشید روش. وسطش رو با موز و گردو و کناره‌هاش رو با بیسکویت پر کنید و دوباره خامه بکشید روش. کامل خامه کشی کنید و در نهایت 2 طرف پلاستیک رو مثل من به همدیگه برسونید. بعد پلاستیک رو باز کنید و کامل خامه کشی کنید روش. نیازی نیست که زیاد تمیز باشید. حتی اگه مبتدی هم باشید میتونید یه خامه کشی خیلی ساده انجام بدید و بعدم با شکلات بنماری شده تزیینش کنید. اگه دوست داشتید بهتر جا بیفته میتونید حدود 20 دقیقه داخل یخچال بذارید. اینقدر خوشمزه است که مطمئنم عاشق طعمش میشین.